مسئله ایران و امریکا چیست؟ این سوال بیش از 14 از سیاست خاورمیانه و حتی جهان را تحت تأثیر قرار داده است. برای فهم این مسئله ایران و امریکا باید به انقلاب 1979 برگردیم. در آن زمان ایران یکی از نزدیکترین متحدان آمریکا بود، پایگاه امنیتی، شریک نفتی و ستون اصلی نفوذ واشنگتن. اما انقلاب اسلامی این معادله را به طور کامل برهم زد. نه فقط یک حکومت تغییر کرد، بلکه جهتگیری ایران حفظ شد. برخلاف تصور عمومی، مشکل اصلی ایران و امریکا فقط سیاست روز نیست، مسئله هویت و نگاه به قدرت است. امریکا می‌خواهد نظم جهانی را حفظ کند، نظمی که خودش در رأس آن است. اما ایران بعد از انقلاب گفت ما این نظم را قبول نداریم و همین جمله آغاز یک دشمنی طولانی شد. اشغال سفارت امریکا در تهران آخرین میخ بر تابوت اعتماد بود. از آن لحظه به بعد رابطه نه اصلاح شد و نه ترمیم. تحریم ها آغاز شدند، نه برای 1 سال یا 2 سال، بلکه برای دهه‌ها. تحریم هایی که اقتصاد را هدف گرفتند، اما در عمل به بخش از زندگی روزمره مردم تبدیل شدند. چرا بعد از 45 سال این دشمنی حل نشده است؟ چون امریکا عقب نشینی ایران را میخواهد. ایران تسلیم شدن را شکست می‌داند. هر دو هزینه دادن و هیچ کدام نمی‌خواهد بازنده باشد. در این مسئله فقط منافع نیست، مسئله حیثیت سیاسی است. ایران و امریکا تقریبا هیچ وقت مستقیم نجنگیدند، اما در منطقه بارها روبروی هم ایستادند. عراق، سوریه، لبنان، یمن، هر کدام یک صحنه از تقابل خیلی مستقیم بود. این جنگ ها نشان می دهد که مسئله عمیق‌تر از یک اختلاف دیپلماتیک است. آیا دشمنی پایانی دارد؟ پاسخ صادقانه است. نه به زودی، نه چون راه حلی وجود دارد، بلکه چون هزینه اصلی برای هر دو بالاست. ایران میترسد از دست دادن استقلال نمادین، امریکا میترسد از ایجاد الگوی سرپیچ برای دیگران. پس اگر بپرسیم مسئله ایران و امریکا چیست؟ پاسخ این است: این یک دعوای ساده نیست، بلکه برخورد دو نگاه متفاوت به قدرت است، استقلال و نظم جهانی. تا زمانی که از این دو قدرت نگاه‌های خود را تغییر ندهد، این مسئله ادامه خواهد داشت.